سلام. اگر شما در محل کارتون از نرم افزار اتوکد استفاده میکنید، این برنامه میتونه مناسب شما باشه و خیلی کمک بکنه به شما توی افزایش سرعت ارائه پروژه های ساختمانیتون. همونطور که میدونید اتوکد در کنار تمام توانایی هایی که داره در بعضی زمینه ها به شدت ضعیف هست که یکی از اونها توانایی پرینت گرفتن به صورت هوشمند از نقشه ها هست. برنامه‌ای رو آماده کردیم که این مشکل رو به شکل کامل حل میکنه و الان میخوام طرز کار برنامه رو خدمت شما نشون بدم. فقط کافیه که فرمانی که مربوط به برنامه هست رو اجرا بکنیم و بعد از اون سایز کاغذمون رو که برای تبدیل نقشه ها میخوایم انتخاب بکنیم که توی پیش‌فرض هست و فقط کافیه یکی از بلاک‌هایی که تایتل ما هست رو انتخاب بکنیم و دوستر ابتدای اون رو به برنامه بدیم. و بعد از اون اگر من تمام نقشه ها رو میخوام توی فایل پرینت بگیرم، میتونم تمام موضوعات رو انتخاب بکنم و نرم افزار خودش تمام تایتل ها و بلاک هایی که مربوط به کادر نقشه ها هست رو به طور هوشمند پیدا میکنه و برای نرم افزار هیچ فرقی هم نمیکنه. این مقیاس این دو تا نقشه با هم متفاوت هست. نرم افزار خودش مقیاس ها رو میشناسه و در پرینت نهایی با مقیاس مربوط به هر نقشه عملیات پرینت رو انجام میده. خب ببینید توی این فایل 44 شیت نقشه موجود هست که تمام اونها رو می‌خوایم پرینت بگیریم و با زدن توی اینتر نرم افزار بلافاصله شروع به پرینت گرفتن و تبدیل فایل ها به PDF میکنه. PDF تک تک نقشه ها ساخته میشه به سرعت و به همین سرعت ما تونستیم تمام شیت های موجود توی این نقشه رو پرینت بگیریم با مقیاس‌های مختلف و حالا می‌خوایم ببینیم که این پرینت ها کجا ذخیره میشن. می‌بینیم که به همین سرعت من یک فایل PDF دارم که تمام نقشه‌های من داخل اون قرار گرفته و با یک کلیک اینجا میتونم فرمان پرینت رو اجرا کنم و نقشه‌های خودم رو روی کاغذ پرینت بگیرم. خیلی خیلی ساده است کار کردن با این فرمان، حتی از فرمان پلات خود اتوکد هم ساده تره، به خاطر اینکه دیگه احتیاج به تنظیمات کاغذ نداره. زمانی که شما میخواین روی اتوکد پرینت بگیرید، زمانی که مقیاس نقشه ها تغییر میکنه مجدد باید تنظیمات پرینت تغییر بکنه، اما با استفاده از این برنامه احتیاج به هیچ تنظیم نیست. فقط کافیه که فرمان رو اجرا بکنیم و شیت هایی که قرار هست پرینت گرفته بشن رو مشخص کنیم و بلافاصله تمام اونها تبدیل به PDF میشه با سرعت خیره کننده و هرچه که حجم فایل ما بیشتر باشه و حجم پرینت گرفتن شما در واقع بیشتر باشه، اهمیت و مزیت این برنامه بیشتر میشه. برای تهیه این نرم افزار و این برنامه میتونید به وبسایت broadarchitect.com مراجعه کنید یا با تلفن هایی که در زیر این فیلم مشاهده میکنید تماس بگیرید تا در اسرع وقت نرم افزار برای شما آماده و ارسال بشه.